اجساد رو نگاه کنید. پوزیشن خوابوندنشون پوزیشن جنینی بوده، مثل جنین دفع میکردن. اگه دقت کنید زانوها خم میشده توی شکم و پهلو میخوابوندن. این مدل خوابوندن بوده، چون اعتقاد داشتن که بعد نزدشو آب میموندن، خوراک میموندن که زنده شده با برات خوره. یه چیزایی هم کنارشون میذاشتن. من در این موضوع کمتر شنیدگی هست. چیز حرف ما میذاشتن درست کنم. چیزی رو که علاقه داشتن. این کوزه ها، این کوزه چمان عاشق زاره بوده است، در بند سری زلف نگاره بوده است. وین دست که برگردن او میبینی، دست است که برگردن یاره بوده است. من هر یه همین من اینم قسمت دیگری موزه هست. از تاریخ همین چیزها میموند که آدم ها میبینن که گذشته اونها چی داشت، چی بود، چی نیست. همین اسباب هایی که ساختگی هستن. خیلی جوان. این مکیتی دوره های پیشا. این چی نویسندگی هست اینجا چی نویسندگی هست؟ پیکره های انسانی سوار در حال رسم. محل کشفش هم جیروفت. در همینجا جنبست میکنیم. ظروف سفالی هزاره سوم قبل از میلاد، یعنی مال 5000 سال قبل. تمدنی که در این ظرف هایی که قبلا استفاده میکردگی. بله این هم ظروف تشکر زیاد برای شناسایی کردن با این موزه که ما از تاریخ شهر کرمان هم کمتر با خبر شدیم. سلامت باشید. 100 سال